الله بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم با ادب و احترام خدمت همه شما سروران عزیز، دوستداران الله متعال، دوستداران خانه الله متعال، دوستداران کلام الله متعال و دوستداران آنچه که شعائر و مقدسات الله متعال است. در ادامه بررسی آیات مرتبط به موضوع حج در کلام الله مجید جا داره که اشاره بکنیم به آیاتی از سوره مبارکه بقره، آیات 124 به بعد از این سوره، که گرچه صراحتاً به خود موضوع حج اشاره نمی‌کنه، اما در موضوع حج و عنوان تاریخ حج و درباره کعبه، درباره مسجد الحرام و درباره آنچه که در مکه مکرمه در زمان ابراهیم علیه السلام و بعد ازشون اتفاق افتاده و درباره محل طواف و مکان طواف و مسجد الحرام مهم هست دانستن آنچه که در این آیات اشاره شده و بی ارتباط به موضوع حج نیستند. یقینا حج همون قدری که با کعبه ارتباط داره، همون قدر نام حج آمیخته است با ابراهیم علیه السلام، پیامبر بزرگوار الهی، جد بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم. در آیات 124 به بعد از سوره مبارکه بقره، در این سوره ما در این آیات حکایت ابراهیم علیه السلام رو داریم. ابراهیم کسی که در تمامی ادیان آسمانی مورد احترامه. ابراهیم علیه السلام کسی که پدر بزرگوار رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر بزرگوار عیسی روح الله است، پدر بزرگوار موسی کلیم الله است. ابراهیم علیه السلام پیامبر بزرگواری که میتونیم بگیم تمامی پیامبران بنی اسرائیل به یقین فرزندان ایشونن، چرا که اسرائیل یعقوب نواده ایشونه. یعقوب ابن اسحاق ابن ابراهیم علیه السلام پیامبرانی مانند زکریا، به مانند داوود، به مانند یحیی، به مانند الیاس، پیامبران بزرگواری مانند موسی و هارون، عیسی علیهم السلام و حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم، یوسف و یعقوب، اسماعیل و اسحاق علیهم السلام همه فرزندان ابراهیم علیه السلام هستند. دین مسیحیت، دین یهودیت، دین اسلام و همچنین مشرکین زمان رسول صلی الله علیه و سلم در مکه هم خودشون رو نسبت میدادن با ابراهیم علیه السلام و همین خاطر ابراهیم علیه السلام بسیار مهمه. اون شخصیتی که الله متعال در سوره مبارکه نساء فرمود واتخذ الله ابراهیم خلیلا. الله متعال ابراهیم رو به عنوان دوست بسیار نزدیک خود انتخاب کرد. ابراهیم علیه السلام که در بین پیامبران بعد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بالاترین درجه و رتبه رو داره و دو پیامبر از پیامبران الهی درجه خلت، یعنی خلیل بودن الله تعالی نصیبشون شد که اولی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هست و دومی ابراهیم جد بزرگوارشون علیه السلام. ابراهیم علیه السلام همون پیامبری که الله متعال در آیه 120 سوره مبارکه نحل ایشون رو به تنهایی یک امت معرفی کرد. ان ابراهیم کان امتا قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین. ابراهیم یک امت بود، مستحکم و ایستاده، کسی که در برابر الله تعالی خشوع و خضوع و فروتنی داشت و به دور بود از هر گونه شرک و از جمله مشرکین نبود. از هر شرکی ابراهیم علیه السلام به دور بود. ابراهیم علیه السلام اون کسی که الله متعال ما رو فرزندان ایشون میخونه و میفرماید ملت ابیکم ابراهیم، ملت پدر شما ابراهیم. ابراهیم علیه السلام را الله متعال در
آیه 124 از سوره مبارکه بقره، وقتی که درباره ایشون صحبت آغاز میشه و درباره کعبه و مسجد الحرام و آنچه که به تاریخ مکه مکرمه هم برمیگرده، در آیه 124 میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، و اون لحظه رو بیار ای پیامبر من، ای مخاطب قرآن، ای کسی که این صدا به تو میرسه، بیار اون لحظه ای که ابتلى ابراهیم ربه، اون لحظه ای که پروردگار ابراهیم، الله متعال، ابراهیم رو آزمایش کرد با آزمایش های مختلفی، بکلمات و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات. کلمات همون ترجمه لغوی و تحت لفظیش میشه کلمات، جملات، اما اینجا مراد آزمایش های الهیه، چون که آزمایش های الهی وقتی انجام میشد، امر الهی، نهی الهی، دستورات الهی در قالب کلمات و در قالب جمله تبلور پیدا میکرد و این همون امتحانه، همون تکالیفی که از طرف الله تعالی به ابراهیم علیه السلام سپرده میشد، در اصل همون کلمات و جملاتی بود که الله متعال امر میفرمود و یا نهی میفرمود از انجام یک کاری و یا بازداشتن از یک کاری. آزمایش های مختلفی رو ابراهیم علیه السلام در طول زندگی داشت. پدرش بت تراش بود، آزر. و ان قال ابراهیم لابیه آزر اتتخذ اصناما آلهه، در سوره انعام الله متعال وقتی که از ابراهیم علیه السلام یاد میکنه در ابتدای رسالتش، پدرش آزر بت میتراشه، نه تنها میپرسته، خودش میتراشه، اصلا بت تراشه، و فرمود که بابا آیا تو اینها رو به خدایی گرفتی، صفات خدایی به اینها دادی، اینها رو به الله تعالی شریک ساختی در برخی صفات. و این حکایت ابتدای دعوت کار به جایی میرسه که ابراهیم علیه السلام رو به خاطر بت شکنی، به خاطر اینکه در معبد اونها وارد شد و شکست و تبر رو بر دوش بت بزرگ گذاشت، داستانی که همه میدونیم و همه موحدین با این تاریخ آشنان، آمدن این جوان رو گرفتن، جوانی که گفته میشه هنوز به سن 20 سالگی نرسیده بود، برخی از مفسرین گفتن 16 سالش بود، هرچقدر هم اگر سنش بزرگ بوده باشه در ابتدای جوانی و در انتهای دوره نوجوانی است، یعنی کمتر از 20 سال. این جوان دستور داده شد از طرف کسایی که اون منطقه به دستشون بود، قدرتمندان منطقه، که آتشی درست کنن و ابراهیم علیه السلام رو با آتش بندازن. انقدر حجم این آتش زیاده کسی جرئت نمیکنه بهش نزدیک بشه. از دور آتشی بزرگی رو درست کردن، خدا میدونه که چقدر هیزم و چوب و درخت‌های خشک شده آوردن و ریختن و مواد سوزاننده و اینها رو گذاشتن، به ابراهیم علیه السلام رو در منجنیقی بستن و از اون ور پرت کردن به داخل آتش. در مسیری که داره میاد ابراهیم متردد نمیشه، در مسیر داره میاد جبرئیل علیه السلام بهش میگه آیا نیازی داری که برآورده بکنم؟ فرمود اگر تو میخوای برآورده کنی نه، از تو نمیخوام، اما اگر منظورت اینه که الله تعالی کاری برام بکنه، اون خودش به حال من واقفه و میدونه حال منو نیازی به تو ندارم. اینجاست که ابراهیم علیه السلام به آتش میافته، اما اون آتش براش گلستان میشه. این آزمایشه. ابراهیم علیه السلام دعوتش رو ادامه پیدا میکنه، دعوتش رو ادامه میده، هجرت میکنه، به مصر میره، به فلسطین میره، بعد پا به سن میگذاره، سالها دعوت، مشقت، رنج، همه اینها رو تحمل میکنه، پا به سن میگذاره، فرزندی نداره، در پیری، در کهنسالی بالای 90 سال سنشه که الله تعالی بهش فرزندی میده، اسماعیل علیه السلام رو. الله تعالی وقتی که بهش فرزند میده دستور میده که اینو ببره در یک وادی لم یزرع، در کنار اون جایی که قرار بود کعبه ساخته بشه بگذاره و بر کنه بیاد ابراهیم رو به همراه مادرش هاجر. این یک آزمایش سخته، فرزند رو تک و تنها، طفل شیرخوار به همراه خانمش، یک خانمی تک و تنها در یک بیابانی که کسی زندگی نمیکنه، نه آبی هست نه آبادانی هست، اونجا رها کردن و برگشتن سخته، اما این کارو میکنه. ابراهیم علیه السلام همین فرزند نازنینش وقتی که بزرگ میشه
بعد دستور داده میشه که این رو باید سر ببری. تحمل این هم سخته، خودت با دست خودت باید سر ببری. این هم آزمایش دیگری است. آزمایش‌های فراوانی، آزمایش‌های مختلفی، آزمایش‌های بسیار زیادی در طول زندگی انجام داده شده و ابراهیم علیه السلام از او خواسته شده که اینها رو انجام بده. برخی از مفسرین 40 تا عدد از این آزمایش‌ها رو ذکر کردن. در زندگی، در اذکار، در عبادت‌ها، در رفتار، در اخلاق، در تمام ریز و درشت زندگیش ابراهیم علیه السلام آزمایش میشه. و اذ ابتلى ابراهیم ربه بکلمات، و هنگامی که الله متعال ابراهیم علیه السلام رو با دستورات فراوانی آزمایش کرد. اون لحظه رو بیاد بیارید. الان صحبت از ابراهیمه، صحبت از یک شخصیت بسیار عظیمه. بیهوده نیست که این شخصیت به مقامی دست پیدا میکنه که انقدر مهم میشه، که انقدر دوست داشتنی میشه نزد الله متعال. چرا؟ به خاطر اینکه فأتمهن، همه این آزمایش‌ها رو به بهترین وجه ممکن انجام داد، کامل و تمام. هرگز نیومد لحظه تردد بکنه. ابراهیم علیه السلام هیچ وقت خونه، فرزند، زندگی، خواسته ها، آسایش، آرامش براش مهمتر از الله تعالی نبود. همه اینا رو فدا میکرد برای الله تعالی. فأتمهن، بعد از اینکه همه این آزمایش‌ها رو به بهترین وجه ممکن انجام داد، الان الله متعال بهش بشارت میده. قال، الله متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم، من الله متعال اراده دارم که تو رو امام قرار بدم، پیشوا قرار بدم، الگو و نمونه قرار بدم برای انسان‌هایی که بعد از تو میان، برای کسانی که در مسیر توحید قدم میزنن، برای کسانی که میخوان در میدان بندگی رو ثابت کنن، برای اون کسایی که میخوان بنده خوبی برای الله تعالی باشن. من تو رو امام قرار دادم. کسی میخواد بیاد به سمت الله تعالی، بعد در جای پای تو قدم بگذاره، بعد مسیر تو رو بره، باید مثل تو باشه، باید در تحمل سختی‌هاش، در مشکلاتش، همه اینها رو باید از تو یاد بگیره. امام یعنی همین، یعنی الگو، یعنی پیشوا، یعنی در این مسیر ایشون جلوه و کسایی که میخوان این مسیر رو برن بعد پشت سر ایشون قدم زنان، قدم به قدم همگام با ابراهیم علیه السلام پیش برن و تا اینکه سرانجام به رضایت الله متعال برسن. قال انی جاعلک للناس اماما. الله متعال فرمود که ابراهیم، من میخوام که تو رو امام قرار بدم. ابراهیم علیه السلام الان این بشارت بهش داده شده که امام قرار بگیره. ابراهیم علیه السلام امام و معیار سنجش ایمان بر از خودش. هر کی میخواد بیاد باید پشت سر امام بیاد. این امام صفاتی داره، این امام کارهایی کرده، این امام عبادتایی انجام داده، این امام یه تاریخی داره، این امام یک زندگی داره و هر کسی که ادعای پیروی این امام رو میکنه باید مثل خودش باشه. کسی میگه من ابراهیمیم، باید اعتقادش مثل ابراهیم باشه. کسی میگه من ابراهیمیم، باید در زندگی سعی کنه مثل ابراهیم علیه السلام باشه. کسی میگه من ابراهیمیم، باید اون حجی رو که ابراهیم علیه السلام انجام داده انجام بده. کسی که میگه ابراهیمیم، باید به اون خونه‌ای که ابراهیم تجدید بنا کرد احترام بگذاره. کسی که میگه ابراهیمیم، باید به مقام ابراهیم احترام بگذاره. کسی که میگه ابراهیمیم، صفا و مروه رو باید مقدس بشماره، جای پای همسر ابراهیم رو. کسی که میگه ابراهیمیم، باید به زمزم، یادگار پسر ابراهیم اسماعیل ذبیح الله احترام بگذاره. کسی که میگه ابراهیمیم، باید بره در اون جایی که ابراهیم به شیطان در جمرات سنگ میزد سنگ بزنه. کسی که میگه ابراهیمیم، باید بره در عرفات، به مانند ابراهیم علیه السلام در عرفات بره و اونجا بمانه و دعا و تضرع بکنه. به مانند ابراهیم علیه السلام باید بره به مزدلفه و مانند ابراهیم علیه السلام باید به قربانگاه قربانی تقدیم کنه تا ازش قبول بشه. به مانند ابراهیم علیه السلام باید دور کعبه طواف کنه، احترام بگذاره به این مکان، به قداست این مکان، به حرمت این مکان و سعی بکنه و تلاش بکنه از هر آن چیزی که این قداست و احترام رو زیر سوال میبره پرهیز کنه. ابراهیم علیه السلام امام میشه. الله متعال میفهمد که قال انی، الله متعال فرمود انی جاعلک للناس اماما. ابراهیم من تو رو امام قرار میدم. ابراهیم علیه السلام
تنها به فکر خودش نیست، به فکر آینده است، به فکر نسل‌های بعدیه. دوست داره این مسیر ادامه پیدا بکنه. میفرماید قال، ابراهیم فرمود و من ذریتی، الله، یا الله، ای الله من، ای خدای من، در نسل من هم احتمال داره که این اتفاق بیفته. در نسل من چی میشه؟ آیا در نسل من هم این امامت، این رهبری، این پیشوایی هست؟ در نسل من هم اینو قرار بده. دوست داره که فرزنداش هم مثل خودش باشن، دوست داره که نسلش هم اینطوری باشن. فقط به فکر اصلاح خودش نیست، به فکر اصلاح نسلش هم هست، به فکر کسایی هست که بعد از اون از نسلش، ذریه یعنی نسل، یعنی کسانی که از صلب انسان، از نسل انسان به وجود میان بعدن. در پاسخ الان الله متعال یک نکته خیلی مهمی رو اشاره میکنه. امامت در دین، امامت در توحید یک مقام الهی است، یک هدیه الهی و ربانی است. این هدیه از طرف الله تعالی داده میشه، ارثی نیست که به ارث ببره بچه از باباش، که این امامت باید دهن به دهن، نسل به نسل منتقل بشه، این از اون ارث ببره، اون از این ارث ببره، این از این ارث ببره. نه، یه چیز ارثی نیست، این یک چیز وهبیه. اینو الله تعالی به کسی که بخواد میده. اینطوری نیست که چون بابا امام بوده بچه‌ش هم حتما امام میشه. نه خیر، اینطوری نیست. مقام نبوت، مقام امامت، مقام الهی که الله تعالی میده به یک بنده، اینا ارثی نیستن. قال و من ذریتی، ابراهیم علیه السلام اصل نسلش اینو درخواست کرد، اما الله تعالی چی فرمود؟ قال، الله تعالی فرمود لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسه. کسایی از نسل تو به این مسیر میتونن پا بگذارن که مثل خودت باشن. اما اگر کسی در مسیر مثل تو نبود، در توحید، در راهی که میری کسی مثل تو نباشه، ظالمه. ظالم کیه؟ ظالم کسی که شرک میکنه، ظالم کسی که پیرو الله تعالی نیست. بزرگترین ظلم شرکه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم خیلی بزرگیه. و کسانی که در راه ابراهیم علیه السلام فرمود الله متعال در راهش نباشن، کسایی که در راه تو نیستن، کسایی که مثل تو نیستن، اونا این امامت و این درجه بهشون نمیرسه. امامت ارثی نیست، نبوت ارثی نیست که به ارث برسه، چون بابا اینطور بوده بچهش اینجوری باشه. اگر ارثی می بود پسر نوح نجات پیدا میکرد. کنعان باباش پیغمبر بود اما خودش کافر بود و هلاک شد. و الله متعال به ابراهیم علیه السلام فرمود خودت امامی، اما از نسل تو کسایی به این درجه میرسن که راه تو رو ادامه بدن، مسیر تو رو ادامه بدن. و اگر کسی در راه و مسیر مثل تو نبود، اون موقع به این درجه امامت، به این مقام، به این ارزش دست پیدا نمیکنه. ابراهیم علیه السلام، الله متعال در آغاز صحبت ابراهیم علیه السلام در چند کلمه و جمله خلاصه میکنه که من این آدم رو امتحانش کردم، این آدم رو من در زندگی آزمایش ها براش گذاشتم. زندگی ابراهیم علیه السلام قابل تأمله، قابل بررسیه. ما خیلی دوریم از شناخت ابراهیم علیه السلام و زندگیشون. و جا داره که به خاطر حج هم که شده، به خاطر ارتباط عمیق ابراهیم علیه السلام با حج هم که شده، بیایم و یک دفعه ابراهیمی باشیم. سعی کنیم ابراهیم علیه السلام رو بشناسیم، سعی کنیم ابراهیمی زندگی کنیم، سعی کنیم به مانند ابراهیم علیه السلام پیش بریم. و بهترین نمونه و الگو از ابراهیم علیه السلام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. همون رسول نازنین، همون فرزند نازنین ابراهیم علیه السلام که در شباهت ظاهری هم بهشون بسیار شبیه بود. و روزی کسی که در تعقیب رسول الله صلی الله علیه و سلم به غار ثور میرفت و اثر نقش پای ایشون رو میدید و از روی نقش پا روی خاک ها یک جایی احساس کرد، بهش گفتن که این پا میتونه اون پا باشه. گفت من صاحب این پا رو نمیشناسم، اما این پا با اون جای پایی که کنار کعبه شما دارید و میگید که جای پای ابراهیم علیه السلامه خیلی شبیه. این پا شبیه ترین پا
به اون مقام ابراهیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بهترین نمونه و الگو برای اتباع از ابراهیم علیه السلام بود، چرا که الله متعال به رسول صلی الله علیه و سلم امر فرمود اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم حنیفا، که پیرو ملت ابراهیم علیه السلام باشی. ما به تو وحی کردیم ای پیغمبر ما که تو باید پیرو ابراهیم علیه السلام باشی. اجازه بدید که در برنامه بعدی این آیات رو ادامه بدیم، چون الله متعال در یک آیه به صورت مختصر ابراهیم علیه السلام رو برای ما به عنوان یک امام و پیشوا در مسیر توحید معرفی میکنه و بعد از اون باز آیات بعدی هم اشاره میکنه که ابراهیم علیه السلام در کعبه، در مسجد الحرام و در مکه چه نقشی رو داشت و چه تاریخی ساخت. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد هم شما عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. Mm-hmm.